شرف پینار در اینجا چه کار میکند؟ نپرس. از دیروز باز با ما چسبیده گرفته است. کم نه بر این چسبیده گرفته است. ای یشر اومده است. خوش آمدی یشر. چرا آمدی؟ برای یاسی خواطر شدم. تلفن برای چی زنگ میزدی؟ با فکرم پسرمون خدا نکرده بیمار شود تو همین طرف میکنی. خیریدین کجاست؟ نزد همسایه گذاشته اومدم. حاضر میروم جانکم. آیا قدر خودت رزق نکن. مرحمت. سلام، میخواستم پسرم رو گیرم. پینار صبح نزد شما آورده است. لیکی با من هیچ چیز نگفت. آخر او هم خبر ندارد. امروز من از کار بر وقت برآمدم. گفتم رفته با پسرم در خانه کمی بازی کنیم. خدا عمرتان را دهد. آخر شوهرش هستم گوید. من باشم خواطر شدم. خیر از کجا دانم آخر شما رو یگان بار ندیده باشم. همسایه جان، از دست کار و بار هیچ وقت نمیابیم. این فرصت در ماهی یک مرتبه میشود. مالش حاضر میارم. مرا ببخشید. کنی بیا شیر بچه هم. تشکر همسایه جان. ما همسایه در همین روز در کار می شود. تشکر. کنی بیا پسرم به مادرت یک سورپریز کنیم. مالش باز بیارید. تا بازید. کنی بیا پسرم بیا. بیا جانم بیا. آقای دکتر یک بار تسبش بلند شد. ما هم نفهمیدیم. مایلش زود به بیمارخانه میبریم. شما همونجایید. حاضر میبرویم. انشالله یگان خبری بد نیست. خوش آمدی یشر. یشر مگر تو در خارجه نبودی؟ یاسین رو شنیده آمد. البته کار خوب کرد. در اینجا چند روز میمانی؟ خانم همشیره بگوید چرا تا حال پسرم به هوش نآمده؟ بسیار عملیات کلانی رو پس سر کرد. برای کودک خود این آسان نیست. بغیر از انتظار دیگر چاره‌ای نداریم خانم فریده. در اینجا چند روز میمانی؟ یک چند روز. در خارج کار یافتی؟ اصلا کاری خوب رو تو کردی یشر. من هم بر اومده روم میگویم. شاید به نزد تو روم. تو رقم تلفنت رو با من داده میتوانی؟ یشر حلقم قاق شد. رفته با من آب بیار پسرم. حاضر میارم. خیر من هم به امنیت میروم. شاید یگان خبری باشد. اگر یگان تغییراتی شود حتما مرا خبر دهید. مایلش پسرم رفت. خیر تو بازید. خیر تو بازید. من به امنیت میروم. ببخشید. فریده چه شد دخترم؟ اگر روی بیدار نشود رود و چشمانش رو نگشاید. فریده اینطور نگوی. از خدا ناامید نشو دخترم. فریده آخر دخترها کاری از دستشون آمده رو کرده استاده. فریده یاسین پسری با قوت است. تو رو نمیدونی؟ ای خدا ای الله. بیا شین خسته شده ای. همش خوب میشه. بیا بشین دختر. همش خوب میشه. درو میشه. زنی در عکس بودم. همانه که یاسین رو دوست دیده بود حاضر به این طرف گذشت. آخر من دیدم به این طرف رفت. یشر همان زنی که یاسین رو دزدیده بود به این طرف گریخته است. تو رو ندیدی؟ نه یگان زن از پیشم نبرآمده است. بله من دیدم. آخر من دیدم میگویم. زودتر او میگوید. زنی که در گفتگو قرار دارد به این طرف گذشته است. رفیق شما هم بیایید.
من به اهمیت میرم. ببخشید. تا هم وقتی زنگ زدنت رو یفتی. الو. به فکرم به وقت زنگ زدم. مرا به حالم گذار. باید صحبت کنیم. من هم از تو و هم از تهدیدهایت بیزار شدم. تو مرا فهمیدی؟ اینطور باشد خودت میدانی. الو تلفن رو نمون. آفرین، انا همینطور با عقل شو. به او دست نرسون. از تو بسته است. میلش هر چه خواهی میکنم. نباشد، مرا گوش کن. یک طرف بیستید. از آنجا دور شو. دور شو از آنجا. دور شو ابله. ولی تو چی کار کردی؟ دکتر! 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 دکتر دکتر! با پسرم چی کار کردی؟ خدا تو چی کار کردی؟ خدا جزا شما چرا از نزدی در دور رفتی؟ فریده، چون که پنهار گفت که آن زن را دیده است. در حقیقت پنهار در کجا؟ از کجا دانم کجا شد؟ با پسرم چی کار کرد؟ زود 2 میلی گرم ادرنالین دیه. خوب شده است. پسرم یاسین سردت من نزد پسرم میرم. با او چی شد؟ خدایا چی شد؟ چی بوده؟ با یه فانی جون زدی؟ بلاشت کارمان گفتنه داخل با او چی شد؟ گفتنه من باید درایم. یک طرف شود فریده شود. فریده ایستو. جویم یاسین. از اینجا نگاه کن. فریده یاسین من میایم. فریده سرده من از سرده درایم. سرده داخل من باید فریده یاسین. یک دو سه. یک دو سه. مادر جون دیگر گریه نکنید. بینید درد را حس نمیکنم. دیگر گرسنه هم نمیمونم. خنک هم نمیخورم.
یاسین پدر جون آخر مردها گریه نمیکنن. چرا گریه میکنه؟ مرا همین قدر دوست می‌داشته اید و با من نمیگفته. من نمیدونستم. من تو رو دوست می‌دارم پسرم. دوست می‌دارم. دعا به جواب نمیمونن. همین تغنی بابا جون. دعای کودکم. من همیشه دعا میکنم. شما هم دعا کنید میلش. برایم دعا کنید. خدایا این دلی پیر را چقدر خوشحال ساختی. از همه هدیه بهترینت همین جان خوردکت بود. التماس آن را از ما نگیر. بگذار آن ریشه گل را همراه کلان کنیم. یک دقیقه ایستید. سلام. لطفاً با ما کمک نمیکنید؟ مرحمت. بیمار رو به حجره گذرانید. او را باید قید کنم. نامش چیست خانم؟ انا بینید باید این را پر کنیم. امینه از من خفه شدی. تو رو محافظت کرده نتوانستم. وعده میدیم که وا میخوری. اکد رو فراموش نکن. تو رو انتظار میشوم. کنی باری آخیر. 1 2 3. خدا جان التجا میکنم با من دو فرصت را نشان نده. امینه هم نیست. یک تاش رو گرفتی دیگرش رو نگیر خدا جان. چه شد؟ یاسین زنده است. یاسین چطور است؟ چه شد آخر؟ گبزن آخر دخترم. یاسین زنده است پدر. خدا را شکر. پسرم زنده است. صد شکر که زنده است. صد شکر مادر جان. خدا جان شکر که زنده است. شکر که خداوند دعاهایمان را مستجاب گرداند. صد شکرانه. شهر شهر. پنار او در کجاست؟ گریخت همینطور نه؟ گریخت. او در کجاست که؟ بیاید و ببیند که پسرم زنده است. پسرم زنده است. حالا گذرد من باید چیکار کردنم را میدانم. چی ها میگویی فریده؟ دیوانه شده ای؟ خودش به اینجا آمده همه چیز رو نقل میکند. پنار چیکار کرد؟ تو کاری مگر قریب بود که پسرم اون رو میکشت. اگر پینور نمی بود اون زن چطور به درون می در آمد؟ یک دم ایست دخترم. آرام شو فریده. آرام شو دخترم. من آرامم. اکنون که بودنش رو نقص می دونم.
شما او رو به اینجا آوردید، او رو به نزد پسرم آوردید. حتی یک نفرتون از این نپرسیدید که در اینجا چیکار میکند؟ دخترم تو فکر میکنی با او نگفتیم؟ گفتیم، اما او یک بیناموس است. با من چیکار کردید؟ ما رو پیش کردید، لیکن پینور از هیچ کس نپرسیده به خانه‌تون در آمده نشستن. چشمانتون کور و زبانتون گم شده است. فریده ازم نگذران. حالا نگذرانیدم شرف، لیکن دیگر بس است. اول پسرم صحت شده خیزد، بعد چیکار کردم رو میدونم. چیکار میکنی؟ کنی گوی ما هم داریم. بس کنید. کنی آماده شوید، میرایم. شما با کجا؟ پدر سخنانم به شما دخل نداشتند. خیریت، خبری خوش شنیدیم. دیگر حاجتی در اینجا ماندن نیست. در این باره بعد صحبت میکنیم. نباید رفتیم. مالش بیاید مادر، ما هم میرویم. تو رو من یک آقای غالب رو بینم میروم. تو اینجا میمونی شرف؟ البته میموند. فریده مادر باشد، شرف پدر است. نباید بس کن. همینقدر بدبختی های به سرمان آمده با تو درس نشد مگر؟ کنی اشترا رفتیم. بیایید مادر، میرویم. همین که گپ زنم گناهگار میشوم. من اینجا میمونم، یگان گپ شد با شما خبر میدیم. مایلش. حالا هم حرارتش پس نشده است. دارو کمی بدتر تاثیر میکند. خواطر نشوید، حاضر دکتر هم میآید. آقای انور با ما همکاری میکند. پیشتر او معاینه نموده بود. میدونم. آقای انور خودشون زنگ زده گفتن تا اومدن اون کس شما انا این کاغذ ها رو پر کنید، ما باشیم بیمار رو به قید میگیریم. برای چی این کارو کردی؟ اونها چی گناه داشتن؟ امیر چند روز باز در جستجوی یاسین بود. یشر باشد از کم کدام خارجه خسته آمد. پدر و مادرم باشن برای ما غم میخورن. غمی که من خوردم تنها خودم میدونم. و خدا قریب بود پسرم میمرد. سبب گورش کی؟ تو آیلت. من این کارو باید بر وقت‌تر میکردم، خیلی بر وقت. وقتی که پدرت برای پینا رو به خانه در آوردن از من اجازت پرسیدند، باید میگفتم که شوهر و فرزندانم را با آن زن نمیدهم. وقتی که او به خانه در آمد، من باید برآمده میرفتم. بله، باید برآمده میرفتم. فریده، چرا تو کاهی که اونا رو باد میدی؟ به گذشته صلوات. تو فکری آینده را کن. من محض این کار میکنم شرف. اول یاسین صحت شود، بعد به گذشته صلوات گفته همراه فرزندانم برآمده میروم. حیاتی نوی رو آغاز میکنم. روی راست ما رو پیش کرد. همه کینه و نفرتی در دلش بوده رو برویمون ریخت. این قدر بد کینه بوده است. تو چرا میلنگی؟ چیزی نیست مادر جان، پایهایم درد میکنه. به فکرم بسیار راست ایستاده. در اینجا چرا؟ به فکرم در بالا چیکار میکنه؟ با خدا که نبرده با خبرو نگفتم خودش کامی
یک چیز پرسم، بیماری در این اتاق بوده را به دیگر جا کوچانده؟ نه، شاید در نزد دکتر عصب باشد. یک اونجا رو بینه در آشیانه دوم. آشیانه دوم؟ بله. میلش. بخیر است آقای قلی؟ نشه در اتاقش نیست خانم جانم. مگر در نزد درش و دامانتون نبودند؟ دیشب به غضب آمده، همه را پیش کرده است. با داد و فیغانش تمامی بیمارخانه را ناراحت نموده است. من باشم. نفر با بالای بمب اومده خود رو پرتاختن میخواهد. نشه. خدای توبه. نشه. اسمتا. با فکرم خودکشی کردن میخواهد. خدای توبه. نپر تو خودتون. یوری تجلی در کجا باشد؟ با اونها زنگ زدم. نمیدانم. دختر بیچاره. در اینجا چی گپ است؟ یگان نفرتان او رو شناسا نتوانستید؟ دختر است اما کی بودنش معلوم نیست. کاش که اون نشه نباشه. نیشه گفته؟ نیشه دختر آقای غالب؟ ای واه. نشه. نشه. بابا نزدیک نشم، خودم را میپرتویم. میلش آرام شو، نزدیک نمیشم. آرام باش. اصلا یوری تجلی یک بار در وقتش می اومد. نیشه خودت را نپرتا دخترم، التماس. شما سبب شدید پدر، جنگ را کشتید. همه آدمانی در گرد و اطراف بودند را کشته ایستاده کرده بودیم. خودت گفته بودی که حیاتی نو را آغاز میکنی، گفته بودی که دیگر خودکشی نمیکنی. سلامتیت بهتر شده ایستاده است، به خریبی از این بلا خلاص میشوی. مرا به حالم گذارید، از نزدم روید. با خدا دختر حاضر خودش رو مپرداید. من تنها برای حمایت تو، برای خوبی تو این کارا کردم. خودت را نپرتا دخترم. شما بغیر از خود دیگر فکر کسی رو نمیکنید نشه. پدر. اپام رو معیوب نمودید، همه آرزو و امیدهای من رو برباد دادید. بیا نیشه، به حجره کاری من درویم، آنجا مصلحت میکنیم. دستت رو به من ده التماس. بشو، من از کارهای کردم شرم میدارم، همه رو فراموش کردن میخواهم. آرام شو. فهمیدید مرا؟ التماس این را به من روان نبین دخترم. آقای غالب، ها فکر کردید که کسی به شما زید برآمده نمیتواند؟ کسی رو که قصد جان دختر خودش رو کرده است که برای راست میدرارد. اکنون میبینید پدر، جزای شما را من میدهم. این دنیا رو برایتان به جهنم تبدیل میدهم. شاید عذاب وجدان شما رو برای راست بدهم. نشه ایستا. نشه او را دار دستم رو دار او را. امیر دار سر نده. دار دستش رو محکم. دستم رو طاقت کن. دستم رو سر نده نشه. محکم دار نشه. دور سر نده. دار محکم دار. طاقت کن. محکم دار نشه. دستم رو محکم دار. بابام گویید که او رو خیلی زیاد دوست می داشتم. نشه. محکم دار. نشه. دخترم. نشه. در کجایی؟ برای چی مرا به اینجا جغ زدی؟ به من نگر، پسرم در کجاست؟ با او چیکار کردی؟ میبینم
امیدوارم که قبر همسرم را زود یافتی. قبری در برش بوده را دیدی؟ آن را برای پسرت تیار کردم. به پسرم یگان ضرر نرساندی. آخر او چی گناه دارد؟ همسر من چی گناه داشت؟ با عیبی تو مرد. دخترم چی گناه داشت؟ او را هم به مادر کردی. من چی گناه داشتم؟ حیاتم را سوزاندی. به گناه آلوده نمودی. چی میخواهی گمزن؟ هر چیزی که خواهی میکنم، لیکن التماسم پسرم دارد. اینش از خواهش من وابسته است. تو به من گوی میدانی چرا تو را به اونجا فرستادم؟ ها؟ حرارتش پس شده است لیکن باز هم به او یک چند بار سوزن دارو گذراندن لازم تا که زودتر صحت شود. بعد به خانه رفته میتوانی؟ اما من در اینجا ماندنتون رو توصیه میدیم. سراسیمه نشوید خانم آسیه. مایلش بگذار گفته شما شود. ها آقای انور، یک چیز رو پرسم. همشیره ورقه به قیدگیری رو داد. چطور اون رو پر میکنند؟ میگویم به شما کمک میکنن، لیکن شما این کودک رو چکار میکنید؟ تا کی پنهان میکنید؟ خیر، اول کودک صحت شود باز در این خصوص صحبت میکنیم. نه خود همینقدر نفرت داشته باشی تا حدی که قصد جانت رو کردی. دخترم مرد. خیلی او را باز داشته نتوانستم. دیدی که چطور با من نفرت داشت. من سبب مرگش شدم. با عیبی من مرد. با عیبی من. احوالش خیلی است آقای دکتر؟ به خود آمد؟ اصلا خواطر نشوید، به زودی به خود می آید. احوالش بهتر شده است و دست همین طور؟ البته از همه دشوارش رو پسی سر کرد. در حالی که امیدم را کنده بودم باری دیگر به حیات برگشت. این یک معجزه است، در حقیقت معجزه شد، گرچند حیات خودش سراسر معجزه است. خواطر نشوید، پسرتان صحت می شود. شما بهترش رفته استراحت کنید، همین که به خود آمد خبر می دهیم. می ندارم آقای دکتر. شما از خدا می ندار باشید آقای شرف. شنیدم که دخترتان گم شده است، انشالله او را نیز می یابید. انشالله. خدا مددگارتان. تو چیکار میکنی؟ بیا تو را به خانه برام، پس از یک چند ساعت هم را باز میایم. رفتلی باز تو را عوض میکنی؟ نه، تو را من همینجا میمانم. باز با تو چی شد فریده؟ مقصدت رو نفهمیدم. به قریبی خواهی فهمید. خوش آمدید آقای تیمور. یگان نفر به من زنگ زد؟ به شما خانم پینار زنگ زدن. اگر آمد نیست گوی. چند بار گفتم با زنگ زدن. حالا همین طور.
اگر با زنگ زند نیست گوی. برای فردا هم یگان دروغ فکر کن. به سفر خدمتی رفته است گوی. پس از یک چند روز می آید گوی. فهمیدی؟ مالش خیرت که در همین جایی. تیمور زود بیا، با تو گپ دارم. تو چی کار کرده ایستاده ای؟ کمال پسرمان رو دزدید. ابله نابکار در نزد قبر همسرش یک چخوری کنده در درونش یک لباسی پسرمان رو گذاشته است. کاری رو که من کرده نتوانستم او میکند. یک بار اگر تو رو هم به آن دنیا میفرستاد خوب میشد. خرسند شدی البته. خیلی. لیکن او شغل است. چی کار کردنش معلوم نیست. تو گمان میکنی که او کودک را میکشد، لیکن شاید او کودک را برده به خانم یشیم دهد. خوش آمدید خانم. سلام. تیمور در اتاق کوریش است؟ بله، لیکن اون کس مهمون دارن. زنی که دیروز آمده بود. پینور؟ بله خانم. با آقای تیمور آمدن شما رو خبر دیم؟ نه، آنها رو ناراحت کردن نمیخواهم. مایلش. گوش کن. تو از من چی میخواهی؟ یا اینکه با کمال یک جا شده از من پول کندن میخواهید؟ از حد نگذران. به این هم هر ماه و تو پول زیاد داده ایستادم. تو آن پول ها رو به من نه و به پسر داده ایستاده ای. باوریم نمیاد. تو زنده بودنی کمال رو میدونستی. کمال رو یافته به اون پول دادی که کودک را دزدیده و قتل رساند. من باشد مثل دیوانه ها به نزد تو آمدن تو را زاری و التجا کرده ایستادم که کودک را نجاتی. خوش آمدید خانم. بفرمایید. کامراهای نظارتی حجره تیمور رو از کجا دیدن ممکن؟ آقای تیمور کامرای نظارتی خود را خاموش کردند. از کی؟ از روز اولی کاریشون. فهمو، کنیک برمان. آخر چی ده گفتم همون رو کن. خوب شد از خانم. اکنون با بیرون بروید. اگر لازم شوید شما رو جغ میزنم. چه خیلی خواهید؟ کی با یاسمن میگوید؟ من نمیتوانم. زبانم نمیگردد. من هم نمیتوانم. میترسم ناگهان شنیده از هوش میرود. امیر، سرم گفتن این وظیفه توست. مالش پدر. لیکن حالا نه. حاضر به او هیچ چیز نگویید. بعد در یگان وقتی مساعد من خودم به او میگویم. خوش آمدید. خوش باشی. اوه، اکا یشار شما که آمدید؟ خوب است یاسمن؟ همش خوب است. یاسین چی حال دارد؟ امیر؟ یا اینکه حالش بد شد؟ نه یاسین خوب است، لیکن حالا به خود نآمده است. برای همین کمی غمگینیم. او البته صحت می شود. هممون برایش دعا میکنیم. من رفته چای دم کنم. نیشه چی خیل است؟ امروز با بیمارخانه زنگ زدم، لیکن کسی به من چیزی نگفت. با پدرم هم در تماس شده نتوانستم. تو به نزدش رفته بودی؟ من در نزد یاسین بودم. نیشه را خبر گرفته نتوانستم. این بگاه به خبرگیریش می رویم. البته اگر وقت داشته باشی. تو او رو نبینم آرام نمی شوم امیر. مایلش جانکم، بگاهی بیکار شوم می رویم. مایلش مایلش. من رفته لباس هم رو عوض میکنم.
پسرم برای چی مرا به قبرستان جغ زدی؟ چه خواستنم را یافتی یا نه؟ گوش کن، من با تو شوخی نمیکنم. هر چیزی که میخوای گوی. تو زنی با عقل هستی خانم پینار، خوب فکر کن. اگر فکر کنم حالت بد می شود. مثلا به سرم فکری به پلیس خبر دادن آید چی؟ به این هم تو رو می جویند. من از زیر قبر برآمدم. فکر کردی که از حبس خانه نمی برایم. باز به نزدت می آیم. مثل سایه از پست می گردم. اگر از من خلاص شدن خواهی، یگانه راه خلاصیت این مرگ است. اکنون فهمیدی خانم پینار؟ خیر میلش، هرچی زودتر کوشش کن که چی خواستنی مرا یابی، وگرنه حوالت بد می شود. ای خدا، نمیتوانم امیر، گفته نمیتوانم. به خدا هر چیز زودتر خودت به او گفته جونت رو خلاص کن. فکر میکنی که آسان است یاشار؟ به او گفته نمیشوم، لیکن وقتی به چشمانم مینگرد گفته نمیتوانم. من یک چند روز در اینجا میمونم. همین رو هم به زور اجازت دادند. بیا یاسمن. امیر کی میرویم؟ گوی من در وقتش آماده شوم. یاسمن بیا این بیگانه رویم. خیلی مانده شدم، رفته خواب کردن میخوام. خودت میدانی که چند روز باز خواب براحت نرفتم. مرا به بیمارخانه برده بعد آمده خواب کنی نمیشود امیر؟ من شب همراهش میمونم. چند وقت باز به نزدش نرفتم. نمیدونم چیزی مرا ناراحت میکند امیر. تا او رو نبینم آروم نمیشوم. بیا پگاه رویم یاسمن. غیر از این من در شب ماشین راندن را دست نمیدارم. بیا رفتیم. تو را به خانه خوابت میبرم. رفتیم. کی میدوند حالا یاسمن در چی حال است؟ غم خودش به خودش بسنده نمود که باز آخر او خواهرش است، البته دلش میسوزد. میترسم اگر با تو یگان چیز شود من چی کار میکنم؟ بیچاره ها هر دو بدبخت شدند. دلم تنگ شد. خیز یک بار با مغازه رفته یگان چیز خوریم. من برایت لباس آوردم، یک بار لباسهایت رو عوض میکنی. بیا خیز، به فکرم تو هم گرسنه ای. دلم هیچ چیز نمیخواهد. با خدا خفه میشوم. کنی خیز، خیز از جایت. خیز رفتیم. چطور او رو تنها میگذارم؟ اگر گریه کند آوازش رو میشنوند. خواطر نشوید خانم آسیا، همشیره‌ها زود آماده خبر میگیرند. نمیدونم، از نزدش دور رفتن نمیخواهم. میبینم که شما تماما به این دخترک مهر بسته اید. برای من بر این یک زنی دغل تعجب آور است این طور. استغفرالله، این طور نگوید. مرحمت. ندرهایم. تو با کی زنگ میزنی؟ فهمیدم با کی زنگ میزنی. بیا چایت رو نوش. مادر پسرم، من در بیمارخانه با جای تو از شرم زمین میکپید که به زمین میدر اومده. زنی دیگر کس رو به زنی گرفتی. اگر او زنی خوب میبود شوهرش از او جدا نمیشد. شما چه گفتنتان را میدانید؟ به سخنانتان دقت دهید. آن زنی گفته‌تان همسری من است. غیر از این اتیلا از او جدا شده است، فهمیدید؟ لیلا دیگر همسری اتیلا نیست. او را حمایه کردن گیر پسرم، حمایه کردن گیر. چشمانت کور شدن. حالا ایست پسرم، اول یاسین صحت شده عصبهایمان کمی آرام شود، بعد من با او چی گفتنم را میدانم.
мурод биё пойафзолатро пӯш меравем. хез писарам, ҳоло ҳам тайёр нашудаӣ? ман хоб дорам. майлеш ҷонакам, ҳозир ба як ҷо меравем, онҷо хоб мекунӣ. мо ба куҷо меравем? ҳозир равем, баъд мебинӣ. кани рафтем. рафтем, дер шуд. зудтар. او در کجا باشد؟ کی زنگ میزند؟ اماکی یشرد. لبا یشر. تو در کجایی؟ چرا در خانه نیستی؟ من به خانه دوگانم رفته بودم. حاضر به خانه اومده ایستادم. خودت در کجایی؟ یاسین چه خبر است؟ خوب است. کی برمیگردی؟ نمیدانم. با فکرم یک چند روز دیگر میایستم. مایلش جونکم. لیلا گوش کن. تو دیگر تو این نصف شب نگرد. مایلش. یا اینکه به او گوی که خودش نزد تو آید. مایلش لیلا. من باز دیرتر زنگ میزنم. مایلش. با خدا که قنزن همه چیز رو یک به یک به آنها گفتی. من از تو این خیلی باور نداشتم. حالا گپی اساسی رو با آنها نگفتم. فرصت مناسب رو انتظارم. چی میگویی؟ بعد میفهمی. من رو خاطر کردی. نان؟ چی رو فکر میکنی؟ اشتها ندارم، نمیخوام. این طور نمی شود. باید رفته به پلیس خبر دهیم که آنها روی خط آدمان گم شده رو از نظر گذرانند. اگر نباشد چی؟ اگر اویلش رو نیوبد تا پیدا شدن صاحبانش در یتیم خانه می ایستد. شما چی ها میگویید؟ من چطور رو به اونجا میفرستم؟ اگر خبر ندهیم ما رو گناهکار میکنند. مایلش، من فردا صبح خبر میدهم. من با این حال کودک رو فرستاده نمیتوانم. شما ما رو میفهمید آقای دکتر؟ خب نرفتیم. انتظارم که کی خواب یاسمن میبرد. حالا یک دنیا سوال میدهد. به او دروغ گفتن نمیخواهم. گوی خلاص شو امیر. بینم باید با او بگویی. پگاه جنازه خواهرش است. البته راست میگویی شرف. تو با میمونخانه نمیروی؟ حاضر اگر روان فریده باز ما را زیر میکند. سحر میروم، شاید تا سحر آرام شود. شرف، ینگم راست میگوید. پینار این کارا کرده است. تصادف است امیر. بله میفهمم، شاید تصادف باشد. اما یک فکر کن، او در وقتی حادثه به حضور در آمده بود. این طور باشد چنانی که مصلحت نمودی. من فردا صبح به پلیس های بیمارخانه خبر میدیم. آنها چیکار کردنشان رو میدونند. مایلش آقای انور. کجا شد؟
بیا خیزیم اتیلا. تو هم به خونه رفته کمی استراحت کن. اگر خواهی تو هم بیا، من پگاه رو با ماشین میآورم. نه، من از بیمار خونه نمیروم. بیا تو رو گسیل کنم. باز با بیرون نبر اومده باشه. کنی از پاسبون ها پرسم؟ نه. همراه تو نزدی در روم؟ نه فریده، لازم نیست. تو رو گسیل نکنم؟ تو بهترش به نزد یاسین رو. بیا گسیل کنم. ببخشید، شما در اینجا یگان دخترچه مویهایش در روز رو ندیدید؟ گم شده است؟ بله، در حجرهش نیست. عذر میخواهم، ببخشید. جانکم، تو کجا شدی؟ مرا ترسوندی. بیا رفتیم جانکم، رفتیم. بیا کنی در حجره چند. یاشار در کجاست؟ کمی پیش به هوای تازه برآمد. خدایا توبه، در این نصف شب نخود بیرون براید. مادر باز لیلا رو همراهش نآورده باشد. بیا بس کن پسرم. از برای خدا او از کجا اینقدر پول دارد که او را میآورد؟ خودت یک فکر کن پسرم. نمیدونم. لیلا، 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 لیلا. لبای مادر، پسرم در کجا میگردی؟ در همین نزدیک ها به هوای تازه برآمدم. آوازت چرا خسته است؟ خواطر نشوید مادر جان، من خوبم. کمی بدتر می آیم. مالش، تو آمدنت خواب نمی کنم. تو رو انتظار می شوم. لیلا، در کجا میگردی؟ خانم، پس از 1 ساعت اومده شما رو میبرم. فهمیدم. حاضر من هم تیار میشوم.
Kapını hep açık tut, unutma döneceğim. Ah annem bana dur desene, yatırıp dizine uyandır hepsi geçince. Hadi çık önüme, yoluma durup da hakkımı helal etmem de. Ben gidersem günler geceler adını heceler misin? Beni sakın unutma anneciğim. در کجا گذاشتم؟ الو تیمور در کجا بودنی پسرم رو فهمیدم. به من نگر، مگر دیروز او منو به مزار سلطان فرستاده بود؟ فکر میکنم که او پسرم رو البته پس از فرستادنی بار زنگ میزنم. خدا جزایت را دهد تیمور. آخر گپ درباره پسرت میرود. تو بازدید. تشکر زیاد. ما رفته لباسهایم رو عوض کنم. چی شد؟ وجدانت عذاب داد؟ چرا داد نمیزنی؟ گپ زن. تیمور گوش کن. تو با من بازی کرده ایستاده ای مگر؟ مشتری دعوت شونده حضور ندارد. اول از کمال خلاص شوم، بعد با تو چیکار کردنم رو میدونم. خیر من رفتم جونکم. کمی یک پرسم. تو هم میره خیریدین؟ فکر کردم وجدانم نگذاشت. پدر شما هم با عیادت یاسین می روید؟ نشه رو رفته بینم، من هم به نزدتون می آیم. خدا به یاسین شفا دهد.
خیر میرویم بازدار نکنیم. مایلش. مادر جان من گرسنه‌ام. پسرم چی خوردن میخواهد؟ برایت چی بیارم؟ آشی پلو در درونش نخود باشد. به این دیگر نو به هوش آمده است و آشی پلاو میخواد. شاید با آش تورب هم بیارم. شما تماما گذراندید جناب خردکک. نصف روزی شوربا آشراب باشد بدتر میخورید. خدا از شما راضی باشد. پسرم را شفا بخشیدید. من این نیکیتون رو چطور میگردونده باشم نمیدونم. ما تنها سبب میشویم خانم. شفا تنها از جانب خداوند است. امینه رو همسیت کرده. او حالا در کجاست؟ البته پسرم، البته حالا در خانه است. دایم تو رو میپرسد. یک زن او را از راه یافته با ماشینش گرفته به اینجا آورده است. وقتی که او را آوردن حرارتش خیلی بلند بود، اما وقتی که به او سوزندار گذراندیم به هوش آمد. حالا باشد به طور پور طبابت را دوام داده ایستاده. مرحمت. Esip geçer, kırıp döker benim bütün dallarımı. Zaman akıp gider, acımadan soldurur allarımı. Bir küçük goncayım ahımı kime desem. Bülbül bile çoktan kesti feryadını, figanını. Bir küçük goncayım ahımı kime desem. Bülbül bile çoktan kesti feryadını, figanını. Deli rüzgar yine vur, sana dur demem. Bıraktığın her istenimde farklı bir desen. Hadi vur deli rüzgar yine vur, sana dur demem. Bıraktığın her istenimde farklı bir desen.